حکم دادگاه ناحیه سینا نسبت فیض عالی روز 29 نوامبر صادر شده است. دادگاه این وکیل دفاع را به 2.5 سال نظامش سخت محکوم کرده است. امروز 2 دکبر در دادگاه ناحیه سینا به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند فیض عالی بعد اعلان حکم از تالار دادگاه به حبس گرفته شد. با گفته همصحبت ما در دادگاه، دادستان برای فیض عالی 6 سال زندان طلب کرده بود. ماده 343 بند 3 کدکس جنایی برای رسانیدن خبری بر دروغ درباره مفتش یا دادستان از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. اما در دادگاه ناحیه سینا گفتند دادرس پیرانسالی فیض عالی را به انابت گرفته با او جزای کمتر از حد پیش بینی شده تعیین کرد. فیض عالی و هم نمایندگان دادستانی کل می توانند از بالای این قرار به زینه بالای دادگاه شکایت کاساسیونی برند. معلوم نیست که آنها این کار را میکنند یا نه. نمایندگان دادستانی کل مسئله را تا حال شرح ندادند. فیض عالی 4 روز قبل از اعلان حکم در صحبت با رادیوی آزادی دعوا را رد کرده بود. وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوقهای مرا حمایت که من با این مکتوب به پروکور گنرالی مراجعه کردم. نه با وسایل اخبار، نه با اینترنت، نه با دیگه چیز. با تشبوس خودشان به جای آنکه سنجش برند و به جای آنکه دین کنند گناههای گفتگی‌های ما را گرفتن چیکار کردن نسبت من. فیض عالی در گذشته در چند قضیه پرسر و صدای دادگاهی از جمله مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 دوشنبه به حیث وکیل مدافع برآمد کرده است. حکومت تاجیکستان را حداقل 9 سال اخیر برای فشار به وکیلان دفاع و محدود کردن مستقلیت آنها تنقید می‌کنند. برخی وکیلان دفاع شناخته از جمله بزرگمهر یاروف زندانی شدند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال سال 2017 در گزارش گفته بود در تاجیکستان وکیلان دفاع هنگام اجرای مسئولیت‌های کسبی خود گاهی آزار و اذیت، محاکمه و زندانی می‌شوند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.